نانه همین سیروم که خلاص میشه من بعض زمان 6 تا میتونم نانه گفتم همین تا دوا خورم بخوریم به تو پیاری هم بیارم وقتی دیگه دوا خورم بخور که بلکه بسام خدا خوب شی خیلی مثلا سمینای برای کمی ازوم جمع کنی نمی کاتش تمیری هم باور کنه دارم آخه جا وقتی نانه جو دیگه وقتی الله شنانه خدا من شفای بده وقتی کی بید بیام الله خدا هستین بخیری نه خدا بعد نداره چی خونه چی کار شده ناجورم چره با خدا رسکی ناجورم دروغ داره اگه نیاز چره ما خبر نداره 2300 شفا ما شفا چی کار شده گیلکه من چون خالم نکم خود با خود سر سرزن امیر بابر که دکترم از دوا داره خود دوا خود ما خبر نداریم ما خبر میدادیم حداقل ای خدا انا کلام بس شو کن الله سال دوای داده دکتر 2300 من پیچکری هم کار است گیلک 2300 الله انا ما تشتري ترميل ارزم نه دیگه تو جواب خود بخوری بعد کنه زوف نکنه بخدا اصلا گوش نه ها گوش نکنی نه رکن بس خود تکون نده گیلک سیرومه چک میکنه پس واکو دیگه سر واکو هم مگه بخوری اینا همه ترسه کن نوشته بعضا یکی هانی ایشیه شب یکی دیشب بخوری میشه دیگه گیلک اینا پیچکری دیگه بس نه بعد از اینا میخوری هیچی نوشته من هیچ والله بفهمم اشتباهی نه با نخوری که به تو نقص کنه دیگه همون که سه کومیدگان نوشته که هست دیگه خیره باشه خاله بله خاله جون تو بیا آنها خاله جو من خبر نداشتم که گیلک میره لیک خودی خود چیز میزه می آوردم خیره خبر نداره آمالیم پول بده چیز مستونه خوب من خبر نداشتم خدا خب چیزه ما گودری وا کردیم خاله بفهمیدیم این مدام غرغر کنی گیلک ایران دیگه غرغر نکن ما گودری وا کردیم خاله جان بفهمیدیم آره دیشب میت اختلاط شد برات نفر میگشتیم واسه یک نفر ما که با می گودری باشه آره با می گودری نفر با کار داریم دیشب اختلاط شد مدام گفتک نه جو گفتم بله گفتم این لقمه بفته با یخم از دن بفته با یخم اوله که خاله شما معنی میگم ببین که چی معنی میده لقمه از دن بفته با یخم خاله جون سه تو همین مردم قدیم که بودن بفهمیدی که پایین مطلعی نه نمی بدک همین که تو آنی بیامدی برای بچه خالی که بیا خودی مکار کن یعنی از بیگونه کرده خودی برای آدم بیتر این همین مردم قدیم همی اختلافات میکردن خاله که مدرتم که هستم قدیمم یعنی گپ خوب گپ زده یعنی گفت از اینکه تو بری بیگونه بیاری بچه خالی خود بیام که اینجا کار کنم این لقمه میگه آدم بفته بیخم مدام بگو گفت از اینکه تو این نفر بیگونه بیاری برو بچه خالی تو گیلک بیکار یا قراره که دیگه کار کنی هم هست بیار اینجا کار کن نه میتونه درد میکنه نه چه کار کنم مشکل مزنم با بوکس نه چه کار کنم پدگان کنم آجوری مجبورم چه با بوکس پینک دکتر میزنی بودی همه تدار که یک بار لگه کیار کنه دیگه حالا کم که خالانه میبینه که میتونه مریض باشه که بیتر بشه خانم با خدا نیال کنه میگه گیلک باشه تیار شه بیتر شه من گفتم کار میکنه یا نه یاره نه پیچکری خیلی گفتم باش سعی کنه که گیلک کار میکنه یا نه ایشته کار میکنه بچه خالی یا که بیتر انگار که خودینه نه گیلک دست میکروبی میشه دیگه گیلک دست میکروبی میشه 2300 آقا سفره سر کنانه چون هم میخوری زیاد نمیکنی یعنی که ناجور میشی با حداقل 300 دیدینی بده انا گیلک ببخش اگه خبر داشتی چی میاردی؟ گیلک جو اوی دیدتم 21 کن که 3 رو میرم خواهی چی نیزی گستم اگه خبر میشتم خیلی چیزا میاردم
خالی به خبر نکرد ما از تو گله ندارم خاله جو، غمی نداره خیلی خیلی بشه بازم. خب خاله جو سعی کنید ما در جمع باشیم برات نفر دیگه نمیگردم گله که به خیلی خوشی تیار شد میام برات میبرم. خوبه خاله جو، باش مشکل سیه خوبه سیه کار ما باشه گله جو اگه این دفعه میده دستی خیلی نیاد سیه چشم باش بسته میام سویا میام بعده خوبه چشم خوب ما رفتم خاله جو خدا حافظ. یاری نه توشته خدا حافظ مادر خورم سلام بگی. و علیکم السلام. نه سر خوب بگذار به خدا دوا خورم بخودی بلکه بیتر شد دوا خورم کش که بزی بلکه باز قل نزدی بشکری نیم پیچکری نه بالکنیم 2300 همینا میام برات نه غم نخور خدا مهربانه کش که دوا اگه چیز میزی آوردم نه نخوریم میبریم میفرشیم مدکنان که پولا از پر رشه همین نداره بخور نشو نه میرم همیشه آدم شویی میکنم پولم اینا پیدا نه چیزی پکو نخ شد نه دیگه خود تو بازی چینه می نه دیگه اصلا پولا پر رشه خوبی چی خیلی غم چیزی پا بوشد با منجی به پیش تو باشه کش بینا 2300 چیزی پا نخ شد اگه میوه دونه میارم یا رهنی میارم ببریم نه یک دونه نخوریم ببریم بفرشیم همین دکونا بدیم پولا باید نخشه خبر کنیم اما غلمان زنگ دنی همه عباس میگم خبر ندارم اگه عباس نه خبر میدشت اگه هر چیزی می آوردن نه اگه غلمان خبر کنیم بعد میگم اما بخاطر پولی بابا خدا می عباس بچه خالی من مشناسم اینه میتر دستکتیه که چی بگم شاید دو کارتن رنی بیاودی هانی با تو بدا چیزی پده که دستکتگی و معلوم شد دیگه خود نداشته به کسی خود بابا شما یک دیگه بشینید که من عدلش رو گوش شما وا کنم بگو به شرط زودی بگی که من کار دارم خوبه ماما آخه سعی کنیم ماما ما باشی بیاد ها مدام نگفتن لقمه دهن بسته به ایخا گفتن به ایخان آدم بسته همین ماما یعنی دیشه دو خودی نه شما به ایخان شما لقمه شما دهن شما نفتاده به ایخان تو همین فکر نکردی که این گفته لقمه دهن بسته که به ایخان نفهمیدی که این به چی رایه نه ماما خب من مگر همین پیدا کنم که یعنی همین گپ آخری کجای همین سرمنشا همین گپ چیه همین گپ از کجا شروع شده به کجا ختم میشه منظور همین گپ همه پیدا کنم الان من همه سرخلاص میکنم تو خیلی بگی ماما خیلی و جلوی مردم مرم ندید خیلی بگی گفتن لقمه همین تو گفتنیه بله لقمه دهن بسته که به ایخان درسته بله این لقمه نگفته چی گفته؟ این دیگه رای داره این دیگه حسابی داره یعنی خیراتی داری کاری داری تو قوم خود پیدا میکنی به بیگونه نمیدی که ببین بدی میدی به قوم خود میگه لقمه دهن بسته که بیخان گپی و رای و اینه نگفته که تو نون میخوری لقمه تو دهن تو میفته که بیخان تو خوب پس این گپ بوده این امیر ماما خوب ما گردری واکده مدر موردش تا گفتن نه نجو به عباس برای ما گفتن گفتن نه نجو همی گردری واکده نفر مایی که می گروه ما جمع کنه از این که مثلا گیرلر بچه خالی تو بیکاره برو همون بیاره قرار کرده به سر همین گردری همین جگا باشه همین لقمه دهن بسته به خط یعنی از این بیده که تا بری بیگونه بیاری همین خودتونه قومتونه بچه خالیتونه همین بیاره اون باشی که به بیگونه میگی همون پوله بده به بچه خالی خود منظور گپ لقمه دهن بسته به خط این بوده پا آخه امو زن هوشیاری بوده فهمیدی بوده که یعنی گفته تو تنخواه میدی بده به همین قوم خوب بده به همین بچه خالی خوب بگونه نده لقمه دهن بسته که به خط خلاص دیگه این گپ پیچی نداره ماما دیگه تو 3 ساعت وقت مر بگرفتی ببخشی ماما جو ای بابا این مثلا قدیمه این ضرب المثل بوده بابا من یک روز که من برای آدمی گپ میگردم که آخر از این گپ چی بوده همین بوده که یعنی تا بیگونه به سر کار خوب یعنی قوم خوب یا به سر کار